و قاعده 122 چی است که اسباب حسن خاتمه را بفهمیم. کدام وسایل است که خاتمه ما را خوب میسازه؟ اسباب حسن خاتمه را بفهمیم. وقتی که میخوانیم که خاتمه نیک داشته باشیم، به اساس هدایت قرآن که در امور ذیل مراعات کنیم. یعنی اگر کس میخواد که خاتمهش خوب شود، اول صحت عقیده است. صحت عقیده یکی از اسباب حسن خاتمه که خاتمه خوب می باشه صحت عقیده هست. چرا؟ خرابی عقیده انسان خراب می‌کنه. دوم استقامت است. چرا بسیاری کسات تا یک چند سال خوب بر آدم می باشه، 10 سال اول عمرش 20 سال اول عمرش سعی کنی بسیار آدم خوب است، یک دفعه داخل چی است؟ استقامت نداره. الله میگه فاستقم کما امرت. سوم از اسباب حسن خاتمه که است چی است؟ تقوا هست. انسان باید تقوا را پیشه بکنه. چهارم سبب از اسباب حسن خاتمه چی است؟ توبه از گناه ها و خطاها هست. پنجم سببش چی است؟ راستی با خود دیگران. راست باشین، هم با خود هم با دیگران. هیچ وقت فریبکاری و غلطی نکنین. دیگه اسبابش چی است؟ ادای حقوق دیگران است. حق کس را پامال نکن. از مادر است، از پدر است، از خواهر است، از خانم است، از همسر است، از شوهر است، از همسایه است. حق الله، حق رسولش، حق قرآن باید این بفهمی و این پامال نکنی. دعا به بارگاه الهی بکنی که یا الله خاتمه مرا خوب بسازی. آرزوی کم دنیا از اسباب حسن خاتمه هست. بعضی کسا بسیار دنیا پرست هستند. از دنیا هم قدر منیس یک وسیله استفاده کنی. زیاد یاد کردن مرگ زیاد و گمان نیک به الله داشته باشی. بهترین چیز از اسباب حسن خاتمه چی است؟ که گمان نیک به الله داشته باشی. همیشه امیدوار باشی که من ان شاء الله جمله چی هستم؟ جنتی ها هستم و الله خاتمه خوب میسازه.